گرفت. الان یعنی میگه واقعا نمیدونم نداره ماشینه. رد میشن مسخره ما میکنن. این چی مسخره بازی؟ چیکارش کنم؟ نور نداری بده. ماشین خاموش کنم. آره 100%. ما امروز یه ویدیو میخوایم بگیریم که خودش هم نمیدونه. نگاه کن ویدیو راجع به اینه. نگاه کن همین فلسفه یعنی چی؟ چی؟ فلسفه نفهم حرفمونه. فقط این شیشه رو ببین. دیگه خفه میشه آجی. اشکال نداره اینو میدیم پایین. شاید تو همین ماشین گرفتیم. ولی خب گاییده میشیم. برام میگم بریم. فقط روشن کن حرف بده. نه خفه میشم. بعد میریم بیرون. تو اون چمنا نه؟ آره. من نمیدونم فقط نور رو بزن حرف بده من طرف خفه میشه. یه نفر دیگه هم داره میاد. نه اوکی. من ماسک زدم. میبینی چقدر ماسک خوبه همین؟ میبینی؟ آقا چشام معلومه تو ویدیو. بزن ویدیو ضبطه؟ ضبط سلطان. بابا کلینگ بازی در نیار کن. آجی من چقدر زشتم. هلو everybody آرکیناین هستم در خدمتتونیم با یه ویدیو جدید. با یه ویدیو جذاب خفن دیگه. این ویدیو اینه فلسفه. نگاه کن فلسفه چی میگه امیر؟ میگه که انسان‌هایی که درون غار هستن وقتی نورهایی از در بیرون غار میبینن میاد داخل، یعنی در دهانه غار دیده میشه، اینها اشکالی میبینن که فکر میکنن هیلان و به سمتش نمیرن. و برای اینکه ما بفهمیم چیه باید از اون منطقه خارج بشیم، از اون غارمون بیایم بیرون. ببین نگاه کن ما از غارمون میایم بیرون. خب آدم داره رد میشه. میخوای استوب بزنه؟ نور بده پایین. نور بده پایین. بگو حرف بده. دیگه واضح نیست. میگه چی میگم؟ خیلی خوب باشه. آره من خلاصش کنم. پس ما باید از این تاریکی درون این غار بیایم بیرون. خب آره میایم بیرون و تازه دنیای بیرون رو میبینیم، ولی ما سمتش نمیریم. چرا؟ چون یه سری نورهایی میبینیم ما رو میترسونه. من نمیگم، ما بزرگترین فیلسوف میگه که اسمشو نمیدونم. به این جردن قسم. امروز قرار ویدیو خوبی آموزش بدیم. من رفتم شمع خریدم. یا حسین همین باورم نمیشه. او برون تو کل شهر یه بار بریم. آره دیگه. فکر نکن شخص خاصی هستی ها. در خرابه من در برات وا میکنم. فکر نکن شخص خاصی هستی. خب آبه امیر اینجا خیلی خوبه. از این بعد ویدیومون اینجا میگیره. داداش جان من آجی الان من بریم الان میخوای واقعا میخوای چیکار کنی؟ من نمیدونم. یالا این بوت‌ها که مردم ما رو نبینن. آجی اینجوری فکر بد میکنم ملت. به قرآن فکر می‌کنم اومدیم مواد بکشیم. داش کاش که مثلا ما مواد بکشیم. نمیدونم تو میخوای چیکار کنی من نمیدونم. خب فندک. من فندک ندارم سید. من میشینم که ما آبرومون نره. من بشینم آجی فکر می‌کنم داریم مواد میزنیم. به خدا آجی خیلی زایه است. یه جایی بریم دیده نشیم. خب بابا کجا بریم دیده نشیم؟ اینجا پر آدم. الان تو یکی از این ماشینا یه آدم باشیم میخواد چه گویی بخوریم؟ ملت مسخره‌ام افتاد. بابا حجیش هم داشتیم افتاد. اینجا بگیری. کپس. بیا دیدن نمیشه. بیا همینجا بگیر. اینجا میترسم. پر آدم نه واجی اینجا. چالش ویدیو رو به ویدیو نکن نترسی تغییر میدم. همینجا خوبه. همین نور نداریم. نور میخوای؟ با همین نور درست می‌کنی. وایسا. نور فلش بزنم. نمیخواد. لو میریم. وایسا داداش من وایسا منم بتونم بشینم. خب این شمعو می‌بینی؟ خب این شمع مثل روح آدم میمونه. به قرآن هر کی ببینه میگه گل زدم. آره بعد ما نتیجه میگیریم ریخ رو دستم و روح جسم انسان مثل این شمع میمونه، روحش مثل نخ میمونه. اینم زمانه. خب ما باید یاد بگیریم که آتیشمون و وقتمون رو در راه درست صرف کنیم، چون اگه خاموش بشه زندگی ما تموم میشه. چه الان خاموشه چه تموم شه، به هر حال خاموش میشه یه روز این آتیش. حالا یه شمع دیگه بیار.
وقتی ما باید اهدافمونو وقتی وقتمونو در راه درست خرج میکنیم، یه شمع همراه همیشه با خودمون داریم که با هم میسوزه. اوکی. ولی اگه ما این آتیشو برای دیگر شمع‌ها استفاده کنیم، خب افراد ظالمی هستن اینجوری. وقتی که ما اینا رو روشن کنیم، اونها از انرژی ما استفاده میکنن و باعث خاموشی ما میشن. خب آره، و خودشون روشن میمونن. آره، ولی خاموشی، حالا این خاموش شد چانس، باعث خاموشی ما میشن یا باعث هدر رفتن انرژی روحی زمان ما میشن. یعنی چی؟ این زمان آتیش میگیره دیگه، این آتیشه زمان ماست که باید داره میسوزنه میره. از وقتی که به دنیا میایم این با ماست. چی داری میگی؟ اوکی، من اومدم، تو کی؟ ریخت راسم آره، این باعث میشه که وقت ما تموم شه. و آقا ببینی این زندگی انسان ها. خب و این طرز بیشتر داره که فلسفی باشه. ادامه میدیم. ما باید یاد بگیریم این آتیش زمان وقتمونو روی وای سوخت است. نخند، نگاه کن، ما آتیشمونو بین همه تقسیم کنیم، آتیش خودمون، اهداف خودمون خاموش میمونه. این مال مردمه، دوستا، رفیقا، پول، ثروت خاموش نمیشه. ولی اهداف باید همیشه بالا سرش باشی، روشن نگهش داری، نذاری خاموش شه. نگاه کن. و میدونی چیش جالبه؟ حالا میگه آقا همه اینا یه روز خاموش میشن دیگه. نمیدونم چرا خاموش میشن. خب همه اینا یه روز خاموش میشن. اگه به اهدافمون برسی چی میشه؟ لااقل میدونیم وقتمون رو در راه اهداف روشن نمیشه. وایسا، روشن میشه. اهداف روشن نمیشه. خب وقتی اینجوری شد باید اهدافمون رو تغییر بدیم و با هم میسوزیم. خب همیشه هم حواسمون هست، همیشه هم در کنار همیم. حالا این میتونه بهترین رفیقت باشه که تو بهش میگی داداش هواشو داری، خاموش بشه دوباره روشنش میکنی. و اگه تو خاموش بشی اون تو روشن میکنه. حتی اهدافه. پس ما یاد میگیریم برای یک چیز وقتمون رو هدر بدیم. میبینی؟ یه شن خب ولی اونا بالاخره خاموشن. دیدی؟ باشه. خب کی تموم میشه؟ تموم شد. تموم شد. مرسی که ویدیو منو دیدی. بعد تا ویدیوهای بعد، تا ویدیوهای دیگه. وایسا، من دارم میافتم. وایسا همین اینو بگیر. نگاه. یه شم ببریم. یه شم خود چیکار کنیم؟ بقیه شما باشه. اینا رو میبرم واسه تولدم. منطقه یه پسر ایرانی این همه داشتی حرف فلسفی میزدی، الان شم مشهدی رو میخوای بگیری بذاری برای تولد. بعد 12 ساعت اضافه کاری شب اومدم از سر کار خونه، ساعت 12 شب، ساعت 2:30 گرفتم خوابیدم، 5 صبح بلند رفتم سر کار، دوباره برگشتم اومدم دارم ویدیو کسچه فلسفه با همه درد. سلام. ما نتونستیم کامل حرفمون رو بزنیم. میریم نه تو ادامه ندی، یارو پشتمونه خیلی زایه است. بریم یه جا دیگه. پس بابا یه جا دیگه چی؟ سری تمامش کن بریم. باشه. این دوتا ما باید یاد بگیریم وقتمون رو ارزششون رو روی اهداف خودمون بذاریم. چرا؟ چون همیشه باعث روشنی ما میشن. مهم نیست. ببین سری جمعش میکنم. این ممکنه مثل مال من یه رفیق باشه همیشه هوا تو داشته باشه دی خوب پا. یا میتونه واسا میتونه خاموش شد. میتونه یعنی وقتمون رو روی چی بذاریم؟ نگاه کن ریخت رو دستم نمیفته. تا ویدیوی بعد سیمولتر. مرسی ما رو دنبال میکنیم. باش چیز خورشید